خیلی وقتا نگرانم اما نمیدونم چیکار کنم. کسی هم کنارم نیست که ازش کمک بگیرم. توی همچین مواقعی کاری که میتونیم انجام بدیم تهیه کردن یک جعبه نگرانی یا بهتره بگیم جعبه مبارزه با نگرانی برای خودمون. توی این جعبه میتونیم آیتم های متفاوتی از آرامش بخشی رو برای خودمون داشته باشیم. یه آهنگ، یه دونه کلید، یه دونه وسیله، یه سرسویچی، هر چیزی که میتونیم کنار خودمون داشته باشیم اون رو توی جعبه‌ای که مثل جعبه کفش که تزیینش کردیم، مرتبش کردیم قرار بدیم. هر وقتی که دچار نگرانی میشیم جعبه آرامشمون رو بیاریم. اون جعبه کمک میکنه برای مقابله با نگرانی. از وسایلی که داخل اون جعبه گذاشتیم کمک بگیریم، اونها رو مرور بکنیم. مطمئن باشید نگرانی رو کاهش میده. یادتون باشه ظرف ذهنی ما گنجایش توجه به چند آیتم را نداره.